سلام و درود همزبانان و هم دیاران عزیز. چنان ما میدانیم در اسلام بزرگترین گناه شرک است. و چرا؟ زینان دزدین غارت شرک. برای اون که وقتی که دین نو پیدا شد همچون یک حزب مردم به خلاصه اومدن که کسی که از این راه برمیگردد ما اونها رو باید چیکار کنیم؟ نابود کنیم و کلب گیریم تا اینکه طرفداران ما زیادتر شوند. به همین خاطر شرک را گناه کلانتری ماندند، یعنی برای غلبه با بتپرست ها و دیگر غیری یکتا خدایی ها. در اون وقت تمام عربستان بتپرست بودند، حتی همون مکه و مدینه خیشتبار پیغمبری مسلمان ها هم بتپرست بود. و وقتی که آنها عربستان رو ضبط کردند، این بگوییم که آنها وقتی که خوردند مزه کردند، قصر و زندگی دیدن، نخواستند آرام شینند، خواستند به سرزمین ایران، به سرزمین های گذشته ما هجوم کنند. و وقتی که اونها خواستند هجوم کنند، سرزمین ما یک خدا بود و آنها بهانه کردند که اینها دو خدایند، ما با اینها رو به یک خدایی دعوت کنیم. برای یک خدایی گذشتگان ما من از این کتاب دلیل که کتاب از عصر 17 به 4 زبان ترجمه شده است و از فرانسوی به نیمڅی، از نیمڅی به انگلیسی، انگلیسی به روسی. من البته در برنامه دیگر در دیگر روز تنها یک ورق را از این میخونم.